متر مساحت و قیمتشان مجموعاً چقدر؟ $70,000 با جرامت. $70,000 با جرامت. مساحتش هم 120 متر است. شوتی دیگه هم که میریم 120 متر است، ولی او تخبام خود داره. تخبامش باز ما به حساب چون وقت ما کم است که گزارش ما تکمیل نمیکنم. این رقم به نزاکتی، این رقم چی رقم است؟ خب از طرف خیر است. ما به خدا از خاطر شما همیشه میایم برنامه میگیریم. بچه‌م برو ما شما گپ. نه ما برنامه رو ثبت نمیکنم واقعا. مرزا صاحب به قلب نزاکتی دعوتن در جریان برنامه بچه تو اومدن میگه که ما خفیت نمی‌کنم. هموطنان عزیز سلام خدمت تمام شما هموطنان، انشالله که خوب صحتمند سر حال باشین. دوستان من سمیه سمی هستم و دقیقا امروز آمدیم به بلاک بسیار مقبول زیبا کاملا نو ساخت. ما بیشتر معلومات ندارم اما خوشبختانه میرزا صاحب با ما هستن. میخوایم از خودشان صحبت ها و معلومات ها را بگیریم. شما بیننده باشین تا آخرین لحظات تنها نگذارید. آمدیم دقیقاً از دروازه عمومی. دوستان این دروازه عمومی است، در عین حال اینی مهمانخانه هست. دروازه داره. مهمانخانه این واحد جداگانه دروازه داره، درست است؟ کلش داره دروازه جداگانه که از دهلیز که از راه زینا که از بیرون میای، این دروازه مهمانخانهش. بله. این دروازه خوب مستحکم از هر دو دروازه، یعنی دروازه عمومی و همچنان دروازه مهمانخانه. یک دیزاین، یک دیکور بسیار مقبول و الماری جاغوردار که میگن الماری و شیشه باز که اینه الماری لباس است دوستان. اینم الماری لباس بسیار کلان، بسیار مقبول، یعنی هر اتاقش الماری داره که همشهریای ما خصوصا خانما بیشتر علاقمند الماری هستند 100% و در حال حاضر چتش دیوالایش همگی بسیار ساده منظم با قندیلای مقبول دیکور شده. بله. مهمانخانه بالعموم یک دستشویی می داشته باشن. این مرزا صاحب تشنابش هم بسیار کلان مقبول. کی جام یک دستشویی که بسیار مقبول است. دیزاین مقبول با تمام تجهیزات سیستم. تمام سیستماش هست دیگه. تمام سیستم. نگفتن من مرزا صاحب نی کف این اتاقا مکیت هموار است. بله. منظم آماده است دیگه. بله مکیت هموار. هم وسایلک تانه بیارین. مرزا صاحب برقش چگونه است؟ برقش هم سولری است، هم چیزا داخل اتاق. دیگه آپارتمان ها اگه فکرت باشه تنها دهلیز بود که لفت. این تماما هم بیرون اتاقش 24 ساعته است، هم داخل اتاق. مرزا صاحب نه 24 ساعته گفته میتونیم که سولر است. بله. دیگه سهولتش چیست؟ دیگه سهولتش اون مرکز گرمی خود داره. مجهز با مرکز گرمی و پارکینگ موتور خودم داره. آبش هم شیرین است. بله. دیگه این سهولت است که مثلا دیگه از این بیشتر نمیخوام. دیزاین 100% واقعا بسیار مقبول است. تلویزیون نصب است. تلفن چه جواب نمیدی؟ بیادر ما کمره مست است. چی کنم که کمره تو مست است؟ ما خودمون زندگی برنامه کل چیز داریم، خود کاربار خودمون ریلا دادیم. آمدی کمره خیر ست پوین کو. چی گپ است؟ گزارش اول خود ما داشتیم اونا گفتم باش که دختر خانم است باش هرچی باشه خود ما کاربار زندگی داریم. نه بچه‌م خیر است. کار خودمون. سعی کن بیادر همین نزاکت یک ذره یک مراد داشته باش. حالا تو چه میگی در جریان برنامه لاقل به کمره احترام نداری، لاقل به خانم خیر پس. نه بچه‌م چی است من نفهمیدم. ما چون ما یک جای دیگر ما یک برنامه دیگر خودمون ست کردیم ریلا داد اینجا آمده کرد شما مچیا کنم بیادر پدر تقدر احترام خانم را داره، احترام کمره را داره، لاقل تو هم بچه‌ش هستی. ما چون در جریان نمانده بودم سمیه جان مسئله مرزا صاحب تو پدر هستی خو یک چیز بگویم. مزد میخوایم وزیر خیر است باز ما گپ میزنیم.
دیگه ما به امانگی نکرده بودم چون ما اول اونجا سیچ کرده بودیم که اون نفرم با ما زنگ زده میره که چی شده ما رفته نیستم دیگه بخشش باشه قطع کو کمره تا قطع کو خیر است برو بچه برو باز ما امی برنامه رو بگیریم سعی کو بیادر خب باش میرزا صاحب یک دو نصیحتش میکنم اگه خفه نشی ای پدرت است خب اول خود احترام کمره باید باشه درست است که یک جای امی کمره ست شد امی کلگی باید بفهمه تنها تو نی واقعیت حال مردم هم که میری در راه 100 شهر آدم برنامه شوی میره رقم مزاحمت حال خودت نام خدا بچه با نزاکت تحصیل کرده من خودت با خودتان با فامیل همگی معرفت داره بس از دیگه بس از زنگ میزنم جواب نمیتن شماره ما بود شماره هم یا نداره شماره شما نبود کشمون شماره چرا نمی‌کنی میرزا صاحب خود برنامه رو خدا خیر باشه خیر از برنامه رو بچه میگیم شما برنامه تون رو بگیرین یک ذره زودتر خلاص شیم که نفر منتظر ما نو شروع کردیم چرا خندیه نه گمش کو برنامه از یار نمیگیریم دیگه ما کت از یار نمیتونم به خاطر از اینکه این رقم به نزاکتی این رقم چی رقم است خب از طرف خیر است ما به خدا از خاطر شما همیشه میایم برنامه میگیریم بچه برو ما شما گپ نه ما برنامه رو سر نمیکنم واقعا تو برو بچه ما هیچ برنامه رو سر نمیکنم نه مرزا صاحب پس کو مرزا صاحب بقیه نزاکتی دعوتن در جریان برنامه بچه تو اومدن میگه که ما خفیت نمیسازم خب زنگ زده بود ما مانگی اونجا را کرده بودیم شماره بچه‌م پیش بود یا دوستای همین خانه را که در گزارش کاش که مرزا صاحب از اول مرا میگفتی وقت من ضایع شد اینجا آمدم برنامه گرفتم به خدا از خاطر خودت اگر نه کم آپارتمان خو نیست کم به یک حساب راهنمای معاملات خو نیست ما خیر باشه این دفعه از طرف من معذرت خواهی کلان میکنم مرزا صاحب خودت بر ما زیاد ارزش داری ولی کاری بچه تو اصلا قابل بخشش نیست به خاطر از اینکه لااقل احترام خانم‌ها رو باید حداقل مردا داشته باشه در این شرایط من معذرت خواهی میکنم بخشش باشه ما ببینیم ما در چه قسم شرایط میایم اینجا برنامه میگیریم چی میگم بار دیگه تکرار نمیشه شما برنامه‌تون رو بگیرید ما خیلی میریم برنامه دیگه تان ثبت راست میگه نه توی برنامه رو من میمونم متونه نه مرزا صاحب نه خیر است گفتم توی برنامه رو بگید چی میگم خیر باشیم حالا ما چرا خندید دور کرد گفتم خیر باشیم خب گفتم معذرت خواهی کردم دیگه خلاص شد دیگه نه مرزا صاحب خیلی باز دیگه برنامه باز گفتم نه چی میگم تا نمیشه مرزا صاحب خداحافظ مرزا صاحب آمدیم به طرف واحد بعدی و دقیقاً این واحد هم ویژگی های خاص خود را داره و دقیقاً ویژگی های خاصش را مرزا صاحب یادآور میشه. مرزا صاحب خب یک آپارتمان بسیار لوکس است VIP است. بله دیگه باز ویژگی‌هایش تصویر برامون نشان میده که تصویر به حساب خودش بیننده را اگه ما هر چی تعریف کنیم میگه به نفع خود بدون شک میریم از تصویر این دوستا دو دروازه عمومی داره نه مرزا صاحب میهمانخانه‌اش است این دروازه بله میشه که مورا باز کنیم کلیشه بدین خیر مشکل نیست مرزا صاحب باز میکنه یک دروازه عمومی هست که برای مهمانخانه را داره یعنی اگر مهمان شما بیاید مشکل نداره نه مرزا صاحب بله دروازه مهمانخانه است بفرمایید این مهمانخانه است دوستا بین از مهمانخانه شروع میکنیم که ما از دهلیز آمدیم به طرف مهمانخانه نه مرزا صاحب به دهلیز آمدیم موکیت فرش کردگی الماریای بسیار لوکس تشناب خودم داره دیگه از لحاظ دیزاین بگی تک هست میاله واقعا این هم الماریایی هست که دیزاین دار مقبول مرزا صاحب ما خود در کارتیچار زیاد برنامه گرفتیم نه گزارش داشتیم ولی الماریای بسیار جاغردار گفتیم مرزا صاحب کلان ساخته شده بسیار ساده سنگین ولی اینجا دیزاین دار است همشان دیزاین دار است هم جاغرش از آپارتمان که بالاست 100% واقعا یادآور شیم که ساحه خیرخانه شارنه و کارتیچار یکی از دیگه مقبول تر زیباتر آپارتمان ها می سازن و در این حال مرزا صاحب یا اگر نگفته نمونه تشنابش از بسیار یک تشنابه که لوکس روشن مجهز اواکش خود داره اصلا بوی داخل نمی احساس نمیکنین که اینجا تشناب است کفش هم موکیت فرش کردگی بسیار یک دیگه تصویر میگه دیگه که چی است
دقیقاً 100%. بیا میرزا صاحب اینی خود دروازه که مهمانخانه است. دروازه است که به داخل سالن راه داره. سالن میشیم که یک بله. دهلیزه که بسیار منظم. اینی دروازه عمومی هست که بیشتر من برتان یادآور شدم. ما بس دروازه عمومی رفتیم داخل مهمانخانه و در این حال دیکورک دیزاینک سالن یا هال را بر شما یادآور شدیم که بسیار مقبول نه. خب بازم همشهری عزیز اگر میخواین که این آپارتمان های لوکس مقبول زیبا را به حساب خریداری کنین شماره تماس 0781 45 62 10 هم در این صفحه است هم زبانی براتون میگم که فراموش نکنین چی راضی به خریداری جایداد باشه چی کرا باشه چی فروش باشه در نقطه کابل. امروز ما متفاوت آمدیم به جای دیگه که البته ما میگیم به حساب طرف خیرخانه دیگه صحیح خیرخانه میشه. بله چتش شما مشاهده میکنید چقدر زیبا و در حال حاضر فعلا برق نیست. فعلا برق نیست. ولی وقتی دیدیم که روشنی خود داره گفتیم این باید گزارش بگیریم که بی برق هم به حساب ما میتونیم که یک بلاک خوب داشته باشیم که روشنی خود داره. و در این حال سالنش بر شما به معرفی گرفتیم که کفش کاشی گرفته شده، سقفش هم بسیار مقبول دیزاین دار. در حال حاضر یک دستشوی عمومی هسته که به داخل دهلیزی واحد است و آشپزخانهش همچنان متفاوت است. میرزا صاحب بله آشپزخانهش هم متفاوت بسیار یک آشپزخانه لوکس الماریش بسیار منظم. یعنی همین لالای ما بسیار مصرف کرده ولی بسیار یک دیزاین خوب هم زده. در مقابل مصرفش ارزش داره که مصرف کرده بدون شک. میرزا صاحب ساحه پروژه تایمنی پروژه جدید تایمنی نی آب شور داره که دقیقاً هم ساحه خیرخانه گفته میشه. خیرخانه گفته میشه ولی دور است ولی آب عموما آب مدنی استفاده میشه. دی ساحه که آب شور نیست. دی ساحه آب شور نیست. آب شیرین است. یعنی میتونن اگر هموطنای ما بخواین نوش جان کنن، چای بانن. ما آدرسش به خاطر که دوستای ما نگویه که در کجاست. دم نزدیکای هتل ارگ است. نزدیکای هتل ارگ. این هم جایی که یخچالش هست، دیکور دیزاینش اگر هموطنای ما خواستن باز میتونن یک دیوارک بگیرین این رقم. آشپزخانه‌اش هم بسیار مقبول جدا. خب من بیشتر این رقمش دوست اگر دوست نداشته باشن میشه که پارتیشن شه. میرزا صاحب خوب بورسیای کلان دارن که باعث روشنایی شده، باعث آفتاب آمدن شده. این یا دروازه که بالکنش هم متفاوت است. چون آفتاب در من در صورت میزنه خوش میاد بخاطر. بشک والا. دبار میگفتی بعد میای هفته و نه زیاد دفتر میگردم. اینا بالکنکش است نه؟ یک بالکن بسیار مقبول، یک بالکن بسیار زیبا. دیزاین کردگی به حساب اطفال گرفتگی محافظت اطفال هم داره که اطفال مثلا خدای ناخواسته خدا نکنه خدا نندازن پایین. بله از مساحتش بگیم مساحتش 120 متر مربع است و از قیمتش بگیم $70,000 هم 120 متر مربع 70,000 با اندک جور آمد. مترکی سودا نمیشه؟ نه مترکی سودا نمیشه. 120 متر مساحت و قیمتش هم مجموعاً چقدر؟ $70,000 با جور آمد. $70,000 با جور آمد. یک واحد 3 اتاقه و بسیار مقبول دیزاین زدگی و همچنان زمستانی. بله زمستانی بسیار تابستانی و زمستانی. بله. خب سپاسگزار هستم از اینکه وقت دادی فرصت دادی معلومات دادی میرزا صاحب. تشکر از شما که قدم رنجی فرمودین آمدین زحمت کشیدین دیگه آمدیم به حساب یک گزارشی که بسیار از سایه دور آمدیم از کارتیچار آمدیم طرف خیرخانه خصوصا بر دختر خانم ها یک کمی مشکل است. خواهش میکنم. تشکر از شما. تشکر بخیر باشید شما. هموطنان عزیز اگه خواسته باشین همون بلاک‌های مقبوله از راهنمای میرزا خریداری کنین یادتان نره شماره تماس هم 0781 45 62 10 شماره تماس هم است واتساپ است. زنگ بزنین هر چی که راجع به موضوعاتی که مربوط راهنمای معاملات میشد ما در خدمتتون هستم. بخیر باشید میرزا. بسیار تشکر. تشکر از شما. بفرمایید. خب دوستا قسمی که شما مشاهده کردین آمدیم امروز به ساحه خیرخانه دو واحد مختلف موقعیت هایشان مختلف بود بر شما معرفی گرفتیم. هر کدامشان ویژگی های خاص خود را داشتن و نسبت به دیگه آپارتمان هایی که ما بر شما معرفی گرفتیم دیزاین دار مقبول زیبا.
همیشه کوشش میکنیم بهترین ها را تقدیم شما کنیم. شما همچنان بیننده ویدیوهای ما باشین، لایک، سابسکرایب و نظریات نیکیات شما نره. تا برنامه‌های بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خدا یکتا میسپاریم. خدا نگهدار شما باشه.